پیغمبری خدا بودن. یک زمان میگد و تجارت برآمد، در راه با یک راهزنی میگد، با یک آدمی که از خدا و پیغمبر خدا دور است روبرو شدند. اون کس میگد سواره اسب بود و در دستش یک شمشیری داشت و میگد با این ابو معاف تهدید کرد و ابو معاف گفت من میدانم مراد تو گرفتن همین مال و اسباب انجام من است، من بر این راضی هستم. لیکن این مرد میگد نه، گفت اسباب انجام تو را از خود میکنم و به زم این باز خونی تو را چکار میکنم؟ میریزانم و تو را قتل میکنم. البته راهزن، کسی که از خدا نمیترسد، برای او ریزاندن خون، چی پیغمبر باشد، چی عالم باشد، چی کسی نباشد، برای او هیچ اهمیتی ندارد. این مرد وقتی که میگه این سخن شنید، یک بیشه خالی، در حال که محب خدا بود و راهی از این شکنجه خلاص شدنش بجز از خدا دیگر از هیچ چیز ندانست، اگر جای نماز خدا پرتافت، گفت اگر رخصت باشد 2 رکعت نماز پیش از آنی که من به هلاکت میرسم 2 رکعت نماز به سوی خدای خود بخوانم، بعداً مرحمت هر چیزی که میخوای کردن بگیر. حضرت میگه 2 رکعت نماز خواندن و بعد نماز میگه از صدق دل دستی به دعا برداشتند و از خدای خود زاره کردند. پروردگار را گفتند تو خود بینا هستی، تو خود شنوا هستی، من یکی از محب تو، محب پیغمبر تو هستم. بجز راه حلال دیگر هیچ راه را برای خود انتخاب نکردم. تجارت میکنم، فرزندهای خودم از حساب مهنت خودم میخورانم. امروز در این ظالمی تو گرفتار شدم. پروردگارا یک راه نجات برای من نصیب بگردان. خدایا من میدانم تو به تمام کار قادر هستی. خدایا مرا ناامید نساز. این بنده میگد با یک آب چشم، با یک صدق دل از خدای خود میگد تضرع زاری کرد و مجرد میگه از بالای جای نماز خیست، نگاه کرد که یک اسب بالاش کسی سوار است و با یک سرعت بلند به سوی همین بنده چکار میکند؟ حرکت میکند. نزدیک شد، میگد شمشیر خود میگه کشید و به گردن همین ظالم چکار کرد؟ زد. این بنده حیران شد، گفت ای دوست خدا تو کی هستی که در یک زمان حاضر شدی که برای من بسیار بسیار تو لازمی بودی؟ گفت من ملائک از ملائک خدا هستم. وقتی تو گفت فریاد زدی که ای فریاد رس به داد من برس، ای فریاد رس به داد من برس، دروازه های گفت آسمان خدا کشاده کرد و تمام ملائکه ها زاره و تولا داشتن که پروردگارا مرا روان کن، مرا روان کن. لیکن من هم که زاره و تولای بسیار کردم، خدا که دعا را دوست می دارد مرا روان کرد که رفته این بنده مرا از دست این ظالم خلاص بگردان. من آمدم و تو را به واسطه همین دعایی که کردی خلاصت گردانیدم و بر تمام امت رسول اکرم برسان. هر حاجتی که بر اونها میرسد 2 رکعت نماز بخوانند، از خدای عالمیان طلب کنند. خداوند هیچگاه دعای اونها را چکار نمی کند؟ رد نمی سازد. یا ملائکه، خدا میگوید اینی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری. ای ملائکه های من، به تحقیق من از بنده خود حیا میکنم، شرم میدارم، زیرا که وی دست دعا برداشته است و بجز من دیگر تکیه‌گاهی ندارد. بنده در اصل بجز خدای خود دیگر تکیه‌گاه نداریم. آخر اللهم صل و سلم و بارک علی. پروردگارا به حرمت فذکرونی اذکرکم، به حرمت ادعونی استجب لکم. خدایا این بندگانت در هر یک قدمی که برای ادا کردن نماز فرض تو به خانه تو آمدند، خدایا حسنات نویسانده بگردان
و جمیع گناهان این بندگانت را خدایا مغفرت بساز. پروردگارا در دل ما بندگانت، علی الخصوص این مردم کولاب ما، محبت خودت، پیغمبرت، اسلامت خدایا مستحکمتر جایگیر بساز و خدایا از دایره ایمان و اسلام ما را دور نساز. خدایا روز به روز عزت مسلمان، عزت اسلام در روی دنیا بلندتر بردار و خدایا امروز مسلمان هایی که زیر شکنجه و زیر عذاب این یهودی ها قرار دارد، خدایا در این مورد اجابت دعا آنها را پروردگارا از دست این ظالمانت خلاص بگردان و خدایا آنها را در ظلم خودت، در ظلم مسلمان ها پروردگارا گرفتار بساز و روز به روز امت اسلام خدایا در روی دنیا زیادر بساز. دخترهای ما را، فرزندهای ما را پروردگارا به راه راست، برای اهدنا الصراط المستقیم هدایت بفرمایی و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شکرگو ای دل که در خیل مسلمان آفرید. شکرگو ای دل که در خیل مسلمان آفرید. عارفی خود کرده هم با نور ایمان آفرید. پا و دست و چشم بینا داد عقل و اختیار. پا و دست و چشم بینا داد عقل و اختیار. در دهانم این زبانی خود ثناخوان آفرید. نعمتی بسیار پیدا کرد بهر طاعتش. نعمتی بسیار پیدا کرد بهر طاعتش. باغ جنت را بر اهل محبان آفرید. حمد لله کرد ما را امتی خیر البشر. حمد لله کرد ما را امتی خیر البشر. بهترینی از کتب خیش قرآن آفرید. ای جنونی خلقت مخلوق بهر خدمتش. کی برای نفس سگ با خوردن نان آفرید. ای جنونی خلقت مخلوق بهر خدمتش. کی برای نفس سگ با خوردن نان آفرید. هزارها درود و رحمت به حضرت که ما و شما را در هر یک سطرهای نظمی خود اینقدر یادآوری به سوی خدا میکند. اینقدر ما و شما را خبر میدهد که تا که ما و شما بدانیم که از بحر چی آمدیم و چی کار میکنیم و کجا میرویم. موعظه‌ای که ما با شما وعده کرده بودیم موعظه در باب دنیا بود و مظلمت دنیا بود و در بین هفته‌ای که ما حضور نداشتیم با تکلیف بعضی از برادرها البته به خوجند رفته بودیم. قریب 7 روز اونجا هزارها بار شکر که دعوت و تبلیغ و هر شب نشین هایی که داشتیم و از آن جمله در معرکه هایی که اشتراک کردیم که هم الحمدلله فقط از معرکه خیر عبارت بود و خدا را شکر میگیم که همونها هم حس کردند و همونها هم تا که برای باور کنین برای آنی که همین مردم کولاب ما و شما هم در همونجا یک سزاوار تعریف شوند، ما تیز نام کولاب هم در همونجا یادآوری میکردیم تا که همون مردم هم یعنی همچون حس کنن که در همون بین مردم هم یعنی واعظا و داعیا و در همون جمع پند و نصیحت ها چی است موجود است.
مردم کولاب هم هزار شکر که مردم شریف است و مردم خدا را شکر که از خدا خیلی باخبر است. رسول اکرم میگوید ما من قوم اجتمعوا یذکرون الله تعالی لا يريدون بذلك الا وجهه ناداه مناد من السماء قوموا مغفورا قد بدلت لكم سیئاتكم حسنات. پیغمبر خدا میگوید اگر در کدام موضعی نباشد، در کدام شهری نباشد، در کدام پارچه زمینی نباشد که اگر شما جمع شوید با امید و با مراد آنی که در آنجا ذکر خدا را زنده کنید، لا یریدون بذلک الا وجهه، مراد شما، مطلوب شما، مقصود شما فقط برای راضگی خدا باشد، اینجا خداوند چی میگوید؟ چی مکافات میدهد؟ ناداه مناد من السماء، یک منادی، یک فریاد زننده از آسمان فریاد میزد است. چی میگفته است؟ قوموا مغفورا، شما ای بندگان بعد شنیدن موعظه از جای خود خیزین، در صورتی که کل گناه شما را خدا مغفرت کرد. قد بدلت لكم سیئاتكم حسنات، ما تمام بدیهای شما را به نیکی ها مبدل ساختیم. از خاطر چی است؟ از خاطر شنیدن موعظه و از خاطر شنیدنی که در اطراف سخن خدا جمع شدن است. حضرت عمر گفتن از نام رسول اکرم بئس القوم قوم لا یأمرون بالمعروف ولا ینهون عن المنکر، بدترین قوم همان قومی هست که در بینشان امر معروف و نهی از منکر نباشد. الحمدلله که امروز در بین این مردم ما و شما چقدر صدای امر معروف و نهی از منکر صدا میدهد و ما تعریف این مردم هم چیکار کردیم؟ بر اون مردم هم رسانیدیم و با بعض دامله های پیش قدمی اونجا هم نشستیم، صحبت ها هم کردیم و اونها از ما و باوری دارم از مردم ما و شما هم خیلی راضگی هم در غایبی هم راضگی خچانه پیدا کردن. از این خاطر ما نرسیدیم که همان موضوع دنیا و مذمت اون برای شما با یک طریق پررگی تیار کنیم، زیرا که خیلی یک موضوع کلان و وسیعی هست. از این جمله میخواهم در اینجا یک چند بند همین حضرت تحلیل کنیم که اینم خود به دنیا وابستگی کلان دارد و بعدا یک چند سوال های هست که بهر شما جواب اینها را میرسانیم. شکر گو ای دل که در خیلی مسلمان آفرید، عارفی خود کرده هم با نوری ایمان آفرید. حضرت میگوید تمام مردم مسلمان باید که شکرانه کنند، تمام شکرگزاری کنند که پروردگارا هزارها بار شکر به سوی تو که ما را چیکار کردی؟ ما را مردم مسلمان آفریدی، ما را همین عنوان مسلمانی را برای ما لایق دیدی. هزارها بار شکر ای خدا به سوی تو. اینا باید که تمام مردم مسلمان شکرانه کند، شکرانه کند که خدایا هزارها بار شکر به سوی تو که ما را یهودی نکردی، خدایا هزارها بار شکر به سوی تو که ما را عیسوی نکردی، خدایا ما را هزارها بار شکر که ما را موسوی نکردی و دیگر دینهای دیگر بر ما نصیب نگرداندی. فقط و فقط چکار کردی؟ بهترینی از کتب خیش قرآن آفرید. از بهترین کتبت که قرآن است، بهترین دینت که اسلام است و از همه افضل ترین پیغمبرت که محمد است پیروی او ساختی. اینا باید ما و شما شکرانه کنیم. چنین فرمود روز پیر بستام، چنین فرمود روز پیر بستام، ز اسرار حقایق آن نکونام. حضرت پیر بستام چی گفتند؟ ببین که ابراهیم و موسی و مسیحا چنین فرمودن آن انبیاها، مرا گردان ز امتهای احمد که داری بر محمد لطف بی حد. حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی دعا کرده بودند که پروردگارا ما را چکار کن، ما را پیغمبر نساز، مرا ابراهیم خلیل نساز، بلکه مرا امت محمد بساز. تمنای امت محمد پیغمبرهای پیشین چکار میکردند؟ میکشیدند. زیرا که محمد چکار کرده بود؟
محمد در نزد خدا این یک قدر جداگانه دارد. من یک قصه همین غمخواری محمد بر شما بگم. حضرت عبدالله ابن عمر ابن العاص، این حدیث قدسی است، روایت میکند. چی میگوید؟ میگوید تلا رسول الله صلی الله علیه و سلم قول الله تعالی فی ابراهیم. یک روز میگد رسول اکرم میگد قرآن کشاد و سوره ابراهیم میگه از پیشش برآمد که حضرت ابراهیم چی گفته بوده است؟ ربی انهن اضللن کثیر من الناس فمن تبعني فانه منی. حضرت ابراهیم به سوی خدای خود همت مناجات کرده بوده است، پروردگارا امتهای من از دست این بتها همگی چکار کردن؟ گمراه شدن. خدایا کدامش که پیروی من هست همونش از من است. حضرت ابراهیم همت گفته بوده است برای امتش، خدایا کدامش که پیروی من است همونش از من است. بعد از آن میگه حضرت عبدالله میگه رسول اکرم میگه مناجات حضرت عیسی را برای قومش چی گفته بوده است؟ این تعذبهم فانهم عبادک و این تغفر لهم فانک عزیز الحکیم. حضرت عیسی به سوی خدا گفته بوده است پروردگارا اگر قوم مرا عذاب میتی، امت مرا عذاب میتی، اینها بندگان تو هستند و اگر مغفرتشان کنی تو عزیز و حکیم هستی، اختیار داری، خواه عذابش میکنی خواه مغفرتشان میکنی، تو خود دانا هستی، خود میدانی. وقتی میگه رسول اکرم عبدالله میگه وقتی رسول اکرم این مناجات ابراهیم خواند و مناجات عیسی را خواند، اینها پسند پیغمبر نغلطی، بلکه پیغمبر ما و شما چیکار کرد؟ فرفع یدیه، دستهاش میگم تا برداشت و اللهم امتی امتی. حضرت میگه دست مبارک برداشتم، پروردگارا من جملگی امت ما درخواست دارم، جملگی امت ما درخواست دارم، اگرچه تو عزیز هستی، اگرچه تو حکیم هستی، اگرچه تو مغفرت کننده هستی، معذب کننده هستی، لکن همگی امت ما از تو میخواهم که نجات بیابند. و بکا حضرت عبدالله میگه وقتی که رسول اکرم همگی امت از نزد خدا خواست، بعد از آن چیکار کرد؟ میگه گریه کردن. حضرت خداوند چیکار کرد؟ قال الله عز وجل لجبرائیل یا جبرائیل اذهب الى محمد و ربک اعلم فسل او ما یبکیک. ای جبرائیل گفت پایان شو، پایان شو، دیدی که حبیبی من گریه دارد، من میدانم که این حبیبی من برای چی گریه دارد. و ربک اعلم، خدای محمد داناست، میداند که محمد برای چی گریه میکند، لکن تو از او پرسان کن برای چی گریه میکنی. فاتانی جبرائیل فسأله فاخبره رسول الله صلی الله علیه و سلم بما قال. آمد نزد رسول اکرم گفته حبیبی خدا گفت از گریه تو خدای تو درکدار است و خدای تو میداند برای چی تو گریه میکنی، خبر بیته گریه تو سببش چی است؟ رسول اکرم گفتند گریه را سببش گفتند. جبرائیل میگه در حال نزد خدا رفت و خبر داد که خدای خود دانا هستی و شنیدی که محمد چی میخواهد. بار دیگر جبرائیل روان کرد، گفت اذهب الی محمد فقل إنا سنرزيك في أمتك ولا نسوءك. محمد ای جبرائیل پیش محمد برو و بر محمد من برسان که این سنرزیک، من زود است که محمد راضی می سازم، ولا نسوءک، همگی جمله امتش قطع فراموشش نمی کنم. من محمد با همراهی امتش فراموش نمی کنم. رفته بر محمد بگو که گریه نکنه. این یک مکافات، یک هدیه از نزد خدا برای محمد و برای جمله امت محمد بود.
از این خاطر است که خدا در قرآن چی گفت؟ ولسوف یعطیک ربک فترضی در سوره ضحی. ای محمد زود است که من تو را در قیامت از خودم راضی می سازم. این راضی ساختن مفسرای قرآن به چی میگن؟ میگن این بیرق شفاعت است. بیرق شفاعت در دست رسول اکرم میدهد و رسول اکرم جملگی امت چکار میکند؟ شفاعت میکند. وقتی این آیت آمد میگد ولسوف یعطیک ربک فترضی، زود است که ای محمد من تو را در محشرگاه در قیامت راضی میسازم، رسول اکرم چی گفتند؟ اذن لا ارضا و واحدا من امتی فی النار. پروردگارا ای خدای تبارک و تعالی گفت این هنگام من از تو راضی نمیشم تا زمانی که اگر یک امتی من در آتش دوزخ باشد، من از تو راضی نمیشم. تا زمانی که امتی من در دوزخ باشد من از تو راضی نمیشم. خدایا گفت تا اگر جملگی را از آتش دوزخ خلاص نکنی رضاگی محمد و حبیب تو نمیابی. خداوند بر این راضی شد. نماند به زندان دوزخ اسیر، نماند به زندان دوزخ اسیر کسی را که باشد چنین دستگیر. چنین دستگیر داره ما و شما. الحمدلله انا سید ولد آدم ولا فخر علی. پیغمبر خدا میگوید من سید فرزند آدم هستم، بر این افتخار نمی کنم، بلکه این نعمتی است که خدا من داده است. نماند به عصیان کسی در گرو که دارد چنین سید پیش رو. هیچ کس از حساب عصیان و گناهشم در عذاب خدا ابدی نمیماند مادامی که چنین سرور و چنین پیشوای ما و شما نصیب داریم. از این خاطر است که حضرت گفتن شکر گو ای دل که در خیل مسلمان آفرید، عارفی خود کرده هم با نور ایمان آفرید. اینا شکر کنیم، شکر کنیم که خدا را شکر که ما را مسلمان کرد، خدا را شکر که ما را اسلام داد. خود خدا چی میگه؟ و رضیت لکم الاسلام دینا. من از همه بندگانم در صورت راضی میشم که اگر دین اسلام داشته باشند، دین عیسوی نداشته باشند. که امروز تبلیغ های عیسوی در تمام مردم تمام جمهوری ما و شما امروز یک رواج رونق یافته است. در تمام دوشنبه و در تمام مردم خودجند و در تمام جا تبلیغ دین عیسوی با واسطه پول و مال چکار دارد؟ رواج رونق یافته ایستاده است. از کمبغلی ما و شما، از قشاقی ما و شما، از جاهلی و نافهمی ما و شما استفاده میکنند و ما يقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. ما و شما را در دین میپرتویند که همون خدایی که پیدا کننده این دین بود، همون خداوند چی میگوید؟ اگر کسی که غیر دین اسلام دیگر دین برای خودش اختیار میکند، دیگر دین برای خودش قبول میسازد، لن یقبل منه. لن در اینجا تاکیدی است، کلمه هرگز است. خدا میگه هرگز از او من او دین قبول نمیسازم. و هو فی الاخره من الخاسرین. و همون بنده از طایفه آن گروه هست که از جمله زیانکار هاست و در قهر من و در غضب من در قیامت گرفتار است. شما از این پیروی این دین ها و حتی کتاب همون عیسی را در خاندان تان راه نتین. اونا دین منسوخ شده از دین خداست. ما اعتراف میکنیم به دین خدا بودنش، لیکن امروز در برابر قرآن اون منسوخ شدگی ساکه. تمام دین ها ناقصند. اکملت لکم نعمتی. خدا میگد قرآن نعمتی من است که مکمل قرآن است. دیگر کتاب ها همه منسوخ شده هستند، همه اونا بیکاره شدند. ما شکر کنیم، شکر کنیم که این قرآن امروز دستورات ما و شما هست.